اگر نگاه کنیم سینوسی الفا ما دیگر اینجا هر روش یک تا ارگومنت نیفتم و بنابراین این فرمولا به توضیح نمیاد. فرمولا به درست اومدنش به این پی تقسیم 4 موقع یادم فرستم. خیلی این ما ریشه دو یا هم ضرب و هم تقسیم کنیم. ریشه دو ضرب کنیم صورت ما ریشه دو سینوسی الفا پی تقسیم 4 جمعی ریشه دو کوسینوسی پی تقسیم 4 مینوسی دو الفا کنیم شده میره. اما برای چی؟ برای اینکه کوسینوسی دو مخرج ما هم ریشه دو هست. هم خیلی مهم. بنابراین اینجا فرمولای سینوسی پی تقسیم 4 سینوسی الفا میبخشید جمعی کوسینوسی الفا میشه. اینش فرمولای سینوسی دو الفا جمعی کوسینوسی سه میشه دو الفا. هم خیلی مهم. تقسیم ریشه دو خودش اومد. بنابراین سه میشه بچه‌ها. ما گفتیم که سینوسی الفا که این سینوسی الفا جمع میکنیم کوسینوسی الفا که کوسینوسی چیه؟ دو الفا جمع کنیم. اگر جمع کنیم اگر دو سینوسی الفا پینوسی بیتا تقسیم دو چه میشه؟ سه الفا تقسیم دو کوسینوسی الفا مینوسی بیتا الفا تقسیم دو. انا پینوسی دو تا کوسینوس های جمع کنیم اگر دو کوسینوسی سه الفا تقسیم دو کوسینوسی چیزه الفا تقسیم دو تقسیم ریشه دو بچه ها. احد روی کوسینوسی الفا تقسیم دو یا ضرب کننده عمومی همراهی یعنی دوش از قبض بروریم اگر از قبض بروریم چی میشه؟ دو کوسینوسی الفا تقسیم دو قبضند ما سینوسی سی الفا تقسیم دو جمعی کوسینوسی چی؟ سی الفا تقسیم دو تقسیم ریشه دو برابری بچه ها دو کوسینوسی الفا تقسیم دو ضربی سی. یک بار دیگر این فرمولایی من اینجا به اهمیت دید بچه ها. یعنی نگاه کنید فرموله سه کوسینوسی الفا جمعی سینوسی الفا فهموان فرموله رقمی 7 باعث اثبات کردگی نو این چیزه به برابر میشه ریشه دو سینوسی پی تقسیم 4 پینوسی سی الفا تقسیم دو تقسیم ریشه دو ها ایستوشون دست چیزه ما دو کوسینوسی الفا تقسیم دو سینوسی پی تقسیم 4 جمع سی الفا تقسیم دو عینیتی ما چی شد؟ اثبات شد. تمام.